بیا مردانه مشرک بودن و جهمی بودن ما را ثابت کن. مشرک بودن و جهمی بودن ما را ثابت کن. حقیقتا تکفیر خودی به معنای کافر خواندن و خطاب کردن کسی با صیغه کافر. مثلا کسی به کسی میگه کافر، این میشه تکفیری. شخصی که به طرف مقابل اطلاق کفر میکنه او تکفیر است. اما تکفیر خود عمل. بله خود عمله. تکفیر خود عمله که حقیقتا کافر خواندنه. اما تکفیری کسی که باز نسبت میشه همین کافر خواندن به طرف فردی که او این اطلاق کرده بر فردی. این حقیقتا معنای موجز و معنای خلاصه از آنچه که حقیقتا تحت عنوان کفر و تکفیر یا تکفیری می باشه. خب اولین کفر مشرکی واضح و انیق و دقیقی که قبر پرستی میکند، طواف به قبور، ذبح به قبور، استغاثه از قبور، نمود انواع عبادت رو به قبر انجام میدهد که الله سبحانه و تعالی این رو مشرک گفته، رسول الله مشرک نامیده، اجماع صحابه تابعین تبع تابعین مشرک است. این آقا میگوید عبدالرحمن فاتح مسکین مشرک رو مسلمان میگه. کفر است یا نیست؟ برای کفر اکبر است، کافر است. عبدالرحمن فاتح به همین عقیدش کفر است. کفر مناط کفرش چیست؟ مناط کفر عبدالرحمن فاتح در این مسئله چیست؟ تکذیب آیات های قرآن، تکذیب قرآن است. دیده، دانسته، فهمیده ده ها آیات رو در این مدت 4-5 سال ما رسونده، اما باز نمیگه. هر کسی که شرک اکبر میکنه، این نفهمید، این مقلد بود، این بدان بود، این مشرک مسلمان بود میگه. الله سبحانه و تعالی غیر از اکراه دیگر هیچ چیز را در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر عذر نداده. سوره نحل 106 یگانه عذری که الله گفته اکراه یا اون چیزهایی که به معنای اکراه باشد، نبودن قصد، به مانند مجنون شدن یا کودکی که عقل ندارد، یا به مانند بارک الله فیکم چی، به مانند سبقت اللسان و غیره که در زیر قصد نداشتن، در زیر اکراه. اما جهل الله عذر نگفت، تقلید عذر نگفت، تعویل عذر نگفت، خطایی که به قصد است عذر نگفت، خطا هم بدون بود تقسیم میشه. اینا نمیدانن، خودشون علامه میگیرن اخطأ و یخطئ. خطأ یعنی فعل مجرد و مزید از هم دیگر فاعلش فرق کردن نمیتونه. اخطأ و مخطئ که خطأ هست یکیش فعل ماضیش دیگر است، یکیش فعلش خطأ و یکیش اخطأ، یکیش فاعلش خاطئ و یکیش فاعلش مخطئ. یک خطاکار است که قصد و یک قصدخوار است که قصد ندارد، فرق دارد. نمیدانم. بالاخره کفر اولش این است که مشرک ها را مسلمان میگوید. مشرکی که در دستش حتی قرآن رسیده، حجت رسیده، حالا کجا رسد؟ مشرک جاهل نه، مشرکی که در دستش قرآن و سنت است، کفر است. بالاخره در این مسئله دیگر است که ما خلاف دیگر به این جهمیه داریم که حجت چی است، فهم حجت شرط است. نیست که این مدخلی ها ساختن. یکم کفرش این است. سوالم است که چند بار چیز است رئیس جمهور اردوغان ما کافر و منافق خطاب کردیم. آیا این سخن ما درست است یا اگر اشتباه است که توبه کنم؟ چندین بار از زبان استاد ظاهر دایی شنیده بودم و درسای عقیده را پیش می‌بردم، باز به مو مناسبت میگه به ما چند بار تکرار کردیم و نمیفهمم که گپ ما مشکل داره یا نه. و دیگه عکس عامر مسعود در اتاق ما هست، آیا می به نماز ما مشکل ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ همین سوالا بود جناب استاد. جزاک الله خیر. به هر حال برادر بزرگوارم در شکی نیست که اردوغان انسان دستبرا و پابرای نیست، بدون تردید. و خودش هم علنی میگه که من یک سکولارم و دموکراسی را هم در جامعه خود و در کشور خود و در سرزمین خود در حال تطبیق است، بدون شک و تردید. شک من در این مسئله ندارم و فعلا خیلی واضح و آشکاره. و در اینکه دستش با کفار والله اعلم، ولی آنچه که ظاهر احوال انسان میبینه که متاسفانه نوعی خیانت‌هایی از طرف این فرد در حق امت اسلامی صورت میگیره. یعنی آنچه که ظاهره، اما اینکه باطنش رو الله سبحانه و تعالی بهتر میدونه. من خودم فعلا تا به حال رو به صورت معین تکفیر نکردم، اما شما میگید که آقای دایی رو تکفیر کرد، از خودش بپرسید به چی دلیل تکفیر کرده، دلیل راضی بخواهید. شاید برای ایشان ثابت شده، شاید که ایشان در این راستا معلومات بیشتر داره یا با او صحبتی کرده. چون یک زمان جناب استاد دایی میگفت که حتی ما پوتین رو هم مستقیم نمیگیم که تو کافری، میریم برایش اتمام حجت میکنیم، به جای اینکه بگیم تو کافری، اون رو اتمام حجت میکنیم. بقیه کفار رو هم میریم به اونها اتمام حجت میکنیم. شاید ایشان رفته اتمام حجت کرده، من نمیدونم. حقیقتا من این مسئله رو نمیدونم. دومین کفرش حکم کردن به حکم غیر الله را کفر دون الکفر، کفر اصغر میدونه. در حالتی که الله سبحانه و تعالی حکم غیر الله را شرک اکبر میگه، ولا یشرک فی حکمه احد. در حکم الله کسی را شریک قرار ندهید. حکم این از توحید است و حکم کردن به حکم الله از توحید است، حکم کردن به حکم غیر الله شرک است. اینا فقط یک آیت سوره مائده آیت 44 رو میبینن که این آیت به زیرش به روایت ابن عباس میبرند، قسم ضعیف گفتن، قسم صحیح گفتن، لیکن این درباره ترک است.
اینا جوهلا نمیدونن که حکم کردن یک مسئله است، ترک کردن یک مسئله است و ترک هم ترک عمومی هست و ترک یک دو سه مسئله هست، فرق نمیکنه و تبدیل هست و الزام است. بالاخره به همه این مسائل اینو کفر است. ما همه اینا جمع کرده فقط برای شما 10 تا کفر نشان دادیم. در مختصرا گفتیم دومین کفرش حکم غیر الله که امروز هست، حرام الله حلال می، حلال الله حرام، دین الله جنایت میگوید، دین الله به عمل کردن جنایت میگوید. در نزد این همین حکم، در نزد این مشرک همین حکم کفر اکبر نیست، این طاغوت نیست. ولی ما طاغوت بمیر، طاغوت نیست در نزد این. اگر گوید که این حکم طاغوت است، کسی که همین طاغوت حکم میکرد کافر است، بالاخره دوم کفر اکبرش. این موضوع رو میخواستم عرض بکنم دوستان گرانقدر که این آدم حقیقتا هم فکرانش دسیسه‌ای که بازی کردند، من میخواهم که از طریق مراجع قضایی و عدلی اینها را دنبال بکنم و خاصتا اون فردی که در چی هست، در هلند و در آلمان خانه هایشان هم مشخص شده. متوجه خود باشید، من شما را تهدید نمی کنم، خانه هایتان مشخص شده و ترفندتان هم افشا شده. انشاءالله که من با شما برخورد قانونی خواهم کرد و بد دامی خودتان را انداخت و بد دامی خودتان را انداختید که این بار دیگه در حقتان خوبی نمیشه، خوبی نمیشه در حق شما، خاصتا اون کسی که در هلند. در حق تو که ابدا خوبی نمیکنه. نام و مشخصات تو هم چی جعلی چی حقیقی انشاءالله که مشخص میشه. سومین کفر و شرک اکبرش مراجعت کردن به محکمه های طاغوت را مطلقاً گناه کبیره یا کفر دون الکفر که کفر اصغر همین گناه کبیره میده. بعضی از این جهلا حتی گناه صغیره و بعضی از این غلات اجر و ثواب واجب میدانند. ما حالا من باب کمی صحبت های عبدالرحمن فاتح مشرک در این مسئله گناهگون است، واجب هم گفتگی حالتاش، یعنی ضرور چیکار کند مسلمان؟ ضرور است که رود مراجعت به محکمه کند. این آن یعنی ضرورات به رفته مراجعت به محکمه طاغوتی را واجب میداند، در غیر ضرورات باقی ندارد. میگه شما فهمیدید شده؟ ما ضرورات داریم، ما مسائل ضرورات داریم. المحظورات تبیح الضرورات تبیح المحظورات. یک قاعده این به مسائل اصلی تعلق ندارد. بعد از این اضطراری داریم، مسائل ظاهر به تعلق داریم، اصل بنی. و بعد از این مسائل اکراه داریم. این جاهل مسکین نه مسائل ضرورات رو از اضطرار و از اکراه، این سه مسئله رو از هم دیگر فرق نمیکنه. البته من چرا این خیلی کلیدهای علم رو گفته شدم، موضوع ها رو گفته شدم، ان شاء الله بعد از این موضوع هایی که من اون رو گفته شدم گفته ببیند و شیخش یک تماس گیرد، شیخ گوگل یک نویسد به گوگل که اینو غیر از همین شیخ گوگل برای بیش دیگر شک ندارد. معلومات به گوگلش نمیشه چی گفته. البته به شیخ های جهمیش رود، اونها همین چیزی که من گفتم میگن. شیخ های مدخلیش به نام این و آن و محدث و غیر محدث جهمیش است که اینو دارد، مرد به اینو رود، اینو میگه که بله کفر دون کفر است، میگه این باک ندارد، میگه مراجعت به محکمه طاغوتی شرک نیست در نزد این سیومین کفر اکبرش است. مراجعت به حکم، مراجعت به طاغوتی که الله در سوره النساء آیه 60 آشکار و واضح تکفیر کرد. نه فقط رفتن مراجعت به محکمه طاغوت، اراده کردن را اراده. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا. مسئله این سومین کفر، یعنی الله سبحانه و تعالی در اینجا نفی کرد ایمان، اصل ایمان کسانی را که اراده میکنن، نقشه میکشند، میخواهند که مراجعت به محکمه طاغوت. اگر باید که اصل ایمان است، مرمت تفسیر سعدیه که عادی ترین مختصرترین تفسیر برای کودکای مسلمان خوانده میشود، ببینید اصل ایمان این کار میکند. کسی که مراجعت به محکمه طاغوت اصل ایمانش نابود میشد، کفر است. کل مراجعت نکرده خواسته، این مسئله تحکیم، یعنی شرک سومش در مسئله تحکیم است، در نزد اینا مطلق. من نمیدونم در مورد اشرف غنی فقط پرسید. ببینید دوستان گرانقدر، من این رو بار بار گفتم، باز هم دوباره تکرار میکنم. اگر برای من ثابت بشه که این فرد نواقض اسلام را انجام داده و واقعا تحت شروطه و موانعی در این شخص وجود نداره، من اون رو تکفیر میکنم. و این منهج اهل سنته. مشکل ما در اینه که وقتی در یعنی مشکل بعضی ها اینه که وقتی در تکفیر معین میایم، فرق تکفیر مطلق و تکفیر معین نمیدونه. میگه که تو اشرف غنی رو چرا تکفیر نمیکنی؟ اگر علمای معتمد که رفته باشن، یعنی در مورد شخصیت او، چون الله اشرف غنی نیست که در رأس حکومت باشه که من این حرفا رو بگم، اگر علمای معتمد، کسایی که در باب تکفیر اطلاعات دارن، کسایی که میفهمن، عقیده را درست فهمیدن، عقیده را درست میفهمند، واقعا فهمیدن که شروط تکفیر، یعنی در این فرد و ضوابط تکفیر در این فرد
وجود داره و موانع منتفی هست و او را تکفیر کردند، به هر حال منم میتوانم تکفیرش بکنم، اما اگر تکفیر نکردم اینطور نیست که این کفر به من برگرده، چرا که این بحث اجتهادی است. شرک چهارمش جایز دانستن مطلق انتخابات های کفریه که انتخابات تشریعی هست. انتخاباتی که تشریعی میروید انتخاب میکنید یک حاکمی که به حکم غیر الله حکم میکنه، این مطلقاً ناجایز و واجب میگه. و از سخنهای علما که معناش نفهمیدن میورند یا توبه کردگان میورند نمیدون. سوم کفر، این سوم کفرش، ولی چهارم کفرش. پنجم کفرش مشرعین، کسانی که قانون میبرارن، قانون میسازن. اینها پادشاه نیست، حاکم نیست، اینا هم دپوتاتایی که قانون میبرند. یعنی همه خود دست جمع میگن مثلا شراب جایز است نوشیدنش، جزا نیست. هر کسی که ضد شراب سخت مبارزه برد جنایتکار، این آدم چی است؟ زنا حلال است. اینو همین دپوتات ها یا همین نماینده ها یا همین قانون بران ها را اینها گناهشون چی میگن؟ مشرع ها را دون کفر دون کفر باقی ندارد. حالا که به اجماع ثابت است که هر کسی که حلال الله را در بین مسلمان ها گشته حرام میکند و حرام را حلال میگه کفر است. پنجم شرک کفر، پنجم مناط شرک کفر. مسلمانی که تبلیغ مسیحیت کنن کافر میشه یا نه؟ باز هم حقیقتا حالا اگر به صورت کلی حرف بزنید، نه که منظور ایشان کی بوده و چی شخصی بوده، یک فرد مسلمان هیچ وقت تبلیغ مسیحیت نمیکنه جناب استاد. فرد مسلمان همیشه به دنبال تبلیغ اسلامه. حتما انسان، یعنی کسی که این کارو میکنه از دو حال خالی نیست، یکی کافره یا منافقه. منافقه و کفر نفاق داره بدون شک. نمیتونه مسلمان باشه. هم باید برای اقامه حجت شود. بدون شک میگفتم فرد معین نمیگم. حالا بله، به هر حال این کارش مناسب یک فرد مسلمان نیست. باید از علمای محل یا علمای منطقه سوال شود و اونا در جریان قرار داشته بشه. داشته بشه از این کار. اون هم البته توسط علما، نه توسط عوام که باز مصیبت بزرگتری بود. ششمین شرک و کفر اکبرش، کسانی که کفر به طاغوت ندارند که الله اینها رو مسلمان نمیگه، این آمده مسلمان است میگه. البته این باز همین مناط تکفیر میره. یکی اینمو اگر کمی ایوازتر کنیم، کفر به طاغوت در نزد این وجود ندارد. کفر به طاغوت اصل دین نیست. کفر به طاغوت این مذهب دین خوارجی است میگه. یعنی کسی که کفر به طاغوت کتی از سبب کفر به طاغوت نداشتنش کافر گفته شود، میگن این خوارجیان تکفیر میکنه. برای که در دین اینها کفر به طاغوت وجود ندارد. کفر به طاغوت یک امر عادی است و هر کسی که کفر به طاغوت ندارد در نزد اینا مسلمان است. برای همین هر کسی که مشرک تکفیر کند و بگه که مشرکا طاغوت پرستند، مثلا قبر پرستند، ملت ابراهیم ندارد، این میگه اعوذ بالله کفر به طاغوت میگه دیگر مسئله ندارد، میگه بیزار کردید به همین کفر به طاغوت. چندین بار به ما اینا جوهلا گفته بود. یعنی اینا چی میگن؟ بدون کفر به طاغوت هم آدم مسلمان میشه. یعنی لا اله الحق در کار نیست، میگه همین الا الله بس است. شما فهمیدید؟ از لا اله الا الله رکن اول بین اینها ایمان ندارد، کافر است. عبدالرحمن فاتی رکن اولی لا اله الا الله. کفر به طاغوت آدمی نداشته ها را الله تکفیر میکند، این مسلمان میگه. در دین اینا کفر به طاغوت نیست. در دین اینها کفر به طاغوت داشتن خوارجی متشددی تکفیری است. به این تعنیش الله والعیاذ بالله تعنو بدین الله تعنو رسول الله تکفیری و خوارج میگه. زیرا که رسول الله صلی الله علیه و آله بدون کفر به طاغوت اسلام هیچ کسی رو صحیح نگفت. من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله و دمه. بعد از این بود دیگر این اول اسلام بود و بعد از این اضافه شد بر این که امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات اذا فعلوا ذلك اسموا من دماءهم واموالهم الا بحق. یعنی کفر به طاغوت و ایمان بالله نماز زکات از کجا است؟ در کجا کفر به طاغوت در مذهب این جهمی عبدالرحمن فاتی و هم فکران و هم نظرانش است؟ هیچ وجود ندارد در گرد اطراف. چندمین کفر؟ پنجمین یا ششمین کفر؟ ششمین یا هفتمین کفرش کسانی که ملت ابراهیم ندارند، یعنی کسانی که حنیف نیستند، کسانی که ملت ابراهیم نیستند، آنهایی که الله سفح گفته، کسی که از ملت ابراهیم گشته سفح، این به عقلای مشرکینه که در ملت ابراهیم نیستند، همونها را الله تکفیر کرده. این آدم اونها را مسلمان میگه. یعنی در دین اینها ملت ابراهیم اند نباشه تو مسلمانی. ملت ابراهیم چی است؟ سوره امتحانات 4 الله میگه که قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم ان براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله. ملت ابراهیم این براءت از مشرکینه که قبر پرست است و براءت از شرک و دشمنی و عداوت داشتن نسبت اونها. انا همین را میگن ملت ابراهیم و این اصل دین است و بدون این انسان حنیف نمیشه.
شیخ الاسلام احمد بن عبدالله هم در کتاب معنی طاغوت بیان کرد، رساله معنی طاغوت، و در قواعد و در بسیار جا بیان کردن که الحنیف، حنیف کیست؟ کسی که یعبد الله یعبد الله مخلصا له الدین، یگانه الله عبادت میکند و شرک ترک میکند، کفر ترک میکند و از مشرکین براءت میکند. و این براءت از مشرکین تکفیر مشرکین کتی میشه. و اسلام همین براءت از کفار مشرکین است، ایمان همین است، و البته که ملت ابراهیم و کفر بالطاغوت است. اما این میگه که نه، ملت ابراهیم من نباشم تو مسلمان. برای همین یگان مراتب شما دیدید که اینقدر سال در این گروه ها داد و فریاد میکشد که ما مسلمانیم، ما رو مشرک نبید، کفر بالطاغوت رو کلمه گفت زد. چند سال است که ما گشته و برگشته کفر او را تکرار میکنیم، ده ها کفر شد، این کفر تو، این کفر تو، این کفر تو، و یگان مراتب نمونده. و همیشه گفتیم که کفر بالطاغوت نداشته ها رو مسلمان میگه و خودش کفر بالطاغوت ندارد، لشکری طاغوت ها رو مسلمان میگه که اونو میبین. و ملت ابراهیم نداشته ها رو مسلمان میگه، اما الله در قرآن ملت ابراهیم نداشته را کافر میگه، کفر بالطاغوت نداشته را کافر میگه. الله حق میگه. آخرین جاهل گمراه است، در غیر قرآن و سنت میره. ترسم نرسی به کعبه عربی، این راه که تو میروی به ترکستان است، این راهی که تو میروی حق میگوی عاقبت جهنم است، این جنت از وقت نیست. و بالاخره ما بیان کردیم که چرا مدت 5-6 سال هست که ما بین همدیگر چقدر رد و بدل زدیم، یک مراتبه نبرآمد و نگفت که کفر بالطاغوت این است، بله کسی که کفر بالطاغوت نداره کفر است. لا اقل به منهج جهمیگیش عمومی به منهج جهمی نگفت، میمیرد. برای آنکه بعد از اینکه کسی که طاغوت را کفر به طاغوت نورزیده باشد کافر است میگود، این بعد از یک چند وقت مجبور است که طاغوت کیست به مردم بگه. و بعد از این طاغوت پرست کسی که درباره طاغوت گپ میزنه، طاغوت کیست باید گپ بزنه. بعد از این طاغوت پرست کیست باید گپ بزنه. اینا نمیدرآید، برای اینکه اینا میداند که اینها بدون کفر به طاغوت و بدون ملت ابراهیم آدم ها را مسلمان میگن، الله کافر گفته ها را مسلمان میگن، و اینها طاغوت ها را مسلمان میگویند و اینها طاغوت پرست ها را برادری مسلمان میگن. این هفتم یا ششم کفرش، هفتم کفرش، یعنی ملت ابراهیم نداشتنش، هفتم کفرش. استاد، یعنی شما میگن که کسایی که در رکاب طواغیت میجنگن و در مقابل مسلمان علیه اسلام، در مقابل کفار، حتی با کفار قدم به قدم میجنگن، اینا کافر نیستن؟ من نمیتوانم به صورت مطلق بگم که اینها کافر هستند. ولی این که برایتان میگم که یک لحظه گوش کنید. من خیلی واضح و شفاف گفتم که در رکاب طاغوت جنگیدن کفره، اما این که این فرد معین کافر باشه در این حرفه. ما نمیتوانیم تکفیر معین بکنیم، تکفیر مشخص بکنیم. امیدوارم که فرق این دوتا را متوجه شده باشه. من متوجه شدم استاد. حالا ما یکی عسکر طاغوت بشونیم، براش تعیین تکلیف بکنیم، براش بگوییم، حجت براش بطلبیم، بعد از اگر قبول کرد تو کافر بگوییم، اگر نکرد نکنیم. درست؟ منظورتان همیه؟ منظور من اینه که تا زمان اتمام حجت نشه حق نداریم اون رو تکفیر کنیم. خدای نخواسته بین تکفیر معین بکنیم، تکفیر مشخص بکنیم. اصلا وظیفه ما تکفیر نیست، این رو خوب بفهمید. حتی این که واقعا ثابت بشه وظیفه من نیست، وظیفه شما نیست، وظیفه یک فرد عادی نیست. این کفر این است که لشکرانی که قدم به قدم مظاهره و معاونه به امریکا کردن در افغانستان، یا در روی جای زبان نباشند، همراهی لشکر افغان امریکا باشند و مسلمان کشی کنند، اینها رو من نمیتوانم که کافر بگم. اگر اینها جاهلن مسلمان هم عیناً همین عقیده رو مبشر مسلمیاری حالیک مشرک مرده داشت که اینها بعد از مورد زدن به او داد و فریاد تا به حال میکشند. حالیک مشرک بود، مشرک حالیک، و این حاضر مشرک است، مراد حالیک مشرک میشدیم. کافر مشرکین اگر این مراد این کتنبم اینم حالیک است. بالاخره اینا چی میگن؟ اینا لشکران طاغوت مسلمان میگن، لشکران طاغوتی که به اجماع کافر است، لشکرانی که مسلمان کشی میکنن. بشکننده هشتم اسلام غلطیدن، موالات به کفار کرد، به کفار یک تشنه مسلمان کشی کردن. والله خودش به دهانش میگه برادرو منتشر کنید، خواهش میکنم در این گروه همه جا گذارید سخنش. میگه قدم به قدم امریکا یک لشکری که خودش مسلمان میگه همراه او قدم به قدم او زده مسلمان کشی کنه، میگه من او را کافر کی کافر است. الله چه گفت؟ من یتولهم منکم فانهم منهم نفر. هر کسی که از شما اونها را موالات کردن، موالات یعنی مظاهره، معاونه، کمک، نصرت، یاری، از همه بزرگترین موالات و معاونه و نصرت همراه اونها یک تشنه مسلمان کشی کرد برای نصرت کفر.
ظاهر شدنی کلمت الشیطان کلمت الطاغوت برای تطبیق حکم غیر الله کردن در نزد مسلمان است. جزاکم الله خیرا. الله یجزاکم کنه و سلام و خسته نباشید به خدمت همه بینندگان عزیز و گرامیتان از برادر و خواهر بزرگواری که در برنامه‌تان هستند و جزاکم الله خیر. در خدمت شما هستیم. خوشحالیم که از طریق شما بینندگان عزیز و گرامیتان صدای ما را میشنوند. برنامه و عنوانی که گذاشتیم ما می‌خواستیم یک مباحثه با ابو محمد مدنی داشته باشیم در اون احکام تکفیر و جهمی گفتن و مرتد و مشرک گفتن. موالات با کفار مشرکین دارد و مانند اینکه دموکرات‌ها که در از تاجیک‌ها هست موالات اونها را حق می‌برد، گروه اینها به میرد و شیعه های عامه مسلمان است. شیعه های عامه در نزد مسلمان است. میگوید که علمای شیعه کافرند برای اینکه اینها دیده و دانسته کفر میکنند. اما این شیعه های عامه که میگن قبر پرستی میکنند، الله و رسول دشنام میتیند، مثلا قرآن تحریف شده میگن، مادران عایشه مثلا فاحشه میگن والعیاذ بالله لعنهم الله حافظه الخبثاء و بعد از این امامشون معصومین میگن اله گرفتن حضرت علی را و پیامبر باید علی شود میگفتن، الله جاهل میگن، عقیدت البدا اعتقاد دارند، اینها میگن جاهلند، اینا مسلمان میگن برادران مسلمان شیعه ما کفرسیانیست برای کفر است. این هشتمین و نهمین شد. دهمین کفرش و ما اینا حتما به اذن الله همین شب به طریقه مقاله هم میبرم کفرهای آقای قطنبه. یک فردی نمیفهمه که همین عمل کفره. بله نمیفهمه که این عمل کفره مگر اینکه بر او گفته بشه. آن وقت که گفته شد، آن وقتی که این فرد حقیقتا اگر دوباره این کار را انجام داد با عقلش، با بلوغش و با بدون اکراه و اختیاری و از روی قصد این کار را انجام داد، آن وقتی که یک عالم، یک آدم فهمیده، نه هر کس، یک آدم فهمیده میتونه بر او اطلاق کلمه کافر رو بکنه که بگی کافر شده. متوجه شدین؟ بله. تو در عقیده کفری نمین است که میگه در مسئله مشرک گفتن یا نگفتن در آخر این کفر جدیدش است. اختلاف است میگه. ببینید اولا عبدالرحمن مسکین این جاهل احمق سال 2020 و 21 یا 21 و 22 که زبان درازی را شروع کرد دلیل فقط می آورد که قال فلان و فلان گفته جهل لوزر است گفته دلیل می آورد. حدیث ها را آورد و تو را آورد ما همیشه جواب دادیم. بله ذاتاً با تو مرد کفر سوزاندن گفت و ابن تیمیه گفت ما جواب گفته زده میده کردیم که در این مدت 3-4 سال یک زینه عقب رفته و کجا رفته مسئله اختلافی است. نامعقول کردی کافری کسی که مشرک مسلمان گفتن و یا مشرک گفتنش به اختلاف است ثابت است از سلف میگه کافر به منهج پیامبر شد. در کجا صحابگان رضی الله عنهم در مسئله اصول دین کسی که توحید ترک میکند، کسی که شرک آشکار واضح میکند اختلاف کرده باشن که همین کسی که شرک اکبر کرد مسلمان است یا کافر. کی اختلاف کرد؟ کنی به من اختلاف ذکر میکنه سلف منهجی گپ زن مسکین به من 4 اشعری را آورده نگو اختلاف هست گفته به من 4 عالم مدخلیت گمراهی بال و مضلت که تو به این میگوی علامه میگوی برای تو است نگو مسخره اینا رو قبول ندار. تو به من یک عالم معتبر خواه عصر حاضر که علمای بزرگی اهل سنت و جماعت باشد، منهج اهل سنت که مشهور شده باشد، نه مدخلی نه جهمی به شیخی خودآموز نباشد و یا از متقدمین یا از سلف صالح که اصل سلف است. یا اثبات کن که در کجا سلف از صحابه تابعین تبع تابعین یا متقدمین یا امروز علمای اهل سنت در کجا اختلاف کردن که یک نفری که شرک اکبر کرد الله دشنام داد، قرآن دیده و دانسته به بالایش وسخ و افلاسی را پرتافت، رفت قبر به عقل به اختیار خودش پرستش کرد، طواف کرد، به حکم غیر الله حکم کرد مطلق. کی نه مسلمان گفته است غیر از جهمی گمراه خبیث حزبی یا عازری مدخلی؟ کی علماء سوء طواغیتی کی نره مسلمان گفت بسم الله بیا؟ هیچ کسی. اختلافی نیست در مسئله اصول دین در زمان صحابه تابعین تبع تابعین قرون المفضله سلف صالح هرگز به هم دیگر اختلاف نکردند. در مسلمان بودن مسلمان و در کافر بودن کسی که اسلامش ظاهر است شهادتن میگوید و نماز میخواند مسلمان است، از او کفر اکبر شرک اکبر دیده نشد. کسی که خودش مسلمان میگوید و نماز میخواند و کفر اکبر شرک اکبر از او دیده شد و اجماع کافر است. اما تکفیر اسم است نه معذب. تکفیر اسم معذب این جهالا فرق کردن نمیده. و همین عقیده ابن تیمیه بود و همین عقیده بعد از سلف بگیم علمای متأخرین ابن تیمیه ابن القیم و علمای این علمای متأخرین هستند همشون عقیدهشون همین. اما علمای متقدمین بله البته علمای سلف که در این مسئله هزارها اجماع را دارند، هزارها قصه و ادله
و دلالت به اجماع های صحابگان داریم. اگر دقیق رویم، نه اگر دقیق نه و ظاهرش فقط گیریم، صدها دلیل ظاهر داریم. بالاخره بارک الله فی دعوا میکند که صحابگان اختلاف در توحید داشتند. بعضی ها توحید داشته ها را مثلا همه توحید داشته ها را مسلمان میگفتند، اما اگر یک قسم آدم توحید نداشته باشد، ملت ابراهیم نداشته باشد، کفر به طاغوت نداشته باشد، قبر پرست باشد، هم بعضی صحابه ها قبر پرستایی که کفر به طاغوت ندارن، ملت ابراهیم ندارن، مسلمان میگفتند و بعضی صحابه نمیگفتند. گفته این خبیث صحابه ها را به این طعنه دعوت می اختلاف ثابت میکرد. از زمان سلف اختلاف بود. کافر مسکین جاهل مشرک اخزاک الله بر تو که به صحابگان دنگ شدی. خوب است دروازه‌بانان رافضه، دروازه‌بانان قبوری، خدمتگاران حاجتخانه طاغوت اخزاکم الله میگوید که هر کسی که عاذر المشرک را تکفیر کند خوارج است، غلات است و ضال مضل است. عقیده منهجی سلفی صالح که عقیده اجماعی هست، اجماعی ثابت شده رفشن را در تکفیر عاذر المشرک عقیده ضال مضل میگه. با این عقیدهش کفرش این است که اجماعی ثابت شده عقیده سلف صالح را عقیده ضلالت و گمراهی میگه. جماعت سلف ضلالت و گمراهی میگه. هر کسی که یک اعتقاد ثابت شده ای که در زمان سلف ثابت شده بود بیاید دیده و دانسته و فهمیده که کتاب در پیشش هست، ما 100 بار مصدر گفتیم، هم تو کشو میبینی، احمق جاهل مسکین کشو میبینی، ده ها کتاب به اجماع ثابت است که عاذری را به دو قسم تقسیم کردن و تفسیرش بیان کردن. این میگوید که انمین عقیده را کسی داشته باشه، انمون ضال و مضل و گمراه است و خوارج است، منهج اهل سنت به یک طرف زده میکنه. اجماع ثابت شده را انکار کرده حجت است. حجت اجماع ثابت حجت است. البته در نزد خوارج ها اجماع ثابت شده کفر است و در نزد جهمی ها اجماع وجود ندارد و بی اهمیت احمق است. در نزد اهل سنت والجماعت نظر بکنید به کتاب نظر بکنید به کتاب رساله که امام شافعی رحمه الله چی میگه. میگن که یک مسئله را از قرآن نیافتی، از سنت بیاب، نیافتی از اجماع صحابه بیاب، نیافتی به اجماع سلف بعد از صحابه نظر کن. هر اجماع اگر که تو از قرآن دلیلش دیده نتوانستی، اجماع حجت است اگر ثابت شد. کسی اجماع ثابت شده را آمده زلالت گوید، اجماع صحابه تابعین تبع تابعین در بالای عاذر المشرک ثابت است و همین عقیده را زلالت بگوید. این ابوبکر و عمر و عثمان و علی عشرة المبشره، اهل بدر، بیعت الرضوان، مهاجرین الانصار، التابعین لهم باحسان، همه این سلفه ضالون بودند. من اثبات میکنم که عاذر المشرک ما حلقه داریم، شما گوش کنید. از همون قرآن و سنت بعد از این ابوبکر و عمر یک به یک اثبات میکنه، 100 دلیل فقط از سلف میاره که عاذر المشرک کفر است. این دهمش کفر است که تمام صحابه را والعیاذ بالله عقیده منهج قرآن و سنت و سلفه منهج و راه روش زلالت میگن، کفر میگن. اینا میگن خوارج و گمراهی ضال و مضل. یعنی کدام راه حق بوده است؟ مشرک مسلمان گفتن حق بوده است. دروغ میگی، من مدخلی نیستم. دروغ میگی. یا اینه که تو صحبت‌های من رو تعقیب نکردی و یا این که میگی من چرا تعقیب بکنم، نیازی به تعقیب کردن ندارم. خب حق نداری من رو رد بکنی مادامی که حرفای من رو نشنیدی. اگر حرفا رو شنیدی خب داری دروغ میگی، داری به چهره پیروان خود خاک میپاشی، دروغ میگی، به چشمشان خاک میپاشی. من مدخلی نیستم. این چیزی که تو به نام مدخلی میگی بارها من نقد کردم. دروغ نگو. پس استاد ما، استادی که از طرف دانشگاه برای ما تعیین شد در سنن ابی داوود، افتخار دارم بر این که استادم شیخ محمد ابن هادی مدخلی بود. من احترام خاصی به شیخ ربیع مدخلی حفظه الله دارم، احترام خاصی به شیخ امان جامی رحمه الله دارم. و دوازدهمین کفرش طاغوت‌های آشکار واضح، طاغوت‌های آشکار واضحی که هست مسلمان میگه. اردوغان باشد، خود دیگرش باشد، به مانند اردوغان ها طاغوت‌هایی که کمتر ملایم‌تر است و بعضی از مسلمان ها کمتر ملایم‌تر است که طاغوت است. ملایم بودنش و نبودنش و بعضی ها این دلالت نمی‌کنه که طاغوت است. اینم مسلمان گفته طرفدار میگه. کسی که همین‌ها تکفیر میکنه، کسی که طاغوت تکفیر نکرد کافر میشن میگه، اینها را خوارج میگه. در این کفرها در بعضیش کفر تکذیب است و در بعضیش مشرکی مستقیم است. یعنی خودش کفر به طاغوت نداره، خودش طاغوت پرست است که این تکفیر کردن این جهمی طاغوت پرست واجب است برای کسانی که حالت این رو میدن. حالت قطنبه را کسی که میشناسد عبدالرحمن فاتح قطنبه، کسی که کفرش دید و دانست و به خصوص طاغوت پرستیش، مسلمان دانستن طاغوت‌هاش از همه کفری وزنش نمی‌است. طاغوت مسلمان میدن، تکفیر کردن طاغوت خوارجی میدن. این قبوری است. همین عقیده دفاع طاغوت پرست دفاع قبر است، یعنی قبر پرست است. توی کسی که طاغوت دیده دانسته بعد از معرفت الحال
حالت طاغوت میداند، از کفرش باخبر است، اما با میگه که مسلمان است. این قبولی است، این قبر پرست. برای به سخنهای علما نظر بگیر. علی بن خضر به خصوص در این مسئله خیلی زیبا صحبت کرد. و پیش از همه ما برای این جهمی ها سخنهای سلف صالح میگیم، متقدمین میگیم، از متقدمین لالکای ابن بطه البربهاری بعد از این میرویم به سلف. این کفرش قبل از این که گفتم که کسی که حال میفهمد کفرینه وجب علیه ای یخرجه من الاسلام. هر کسی که کفرینه میفهمد به او واجب است که اینه از اسلام خارج کنه، تکفیر کنه. زیرا که این به مانند کسی است که ذبح بغیر الله، سجده و طواف بغیر الله میکنه، استغاثه بغیر الله. این قبولی صریح است. وقتی که طاغوت دفاع کنه، طاغوت مسلم، موحدین خالصینی که در تطبیق لا اله الا الله حرکت میکنن، که یعنی برای ظاهر شدن لا اله الا الله دعوت میکنن، لا اله الا الله و دعوت میکنن دو لا اله الحق کفر بالطاغوت و براءت. و این مشرکی که شرک میکند این طاغوت پرست است، ملت ابراهیم ندارد، میگن این حاکم جو لشکرش اینا به میروند. و بعد از این میگن که الا الله یک تا پرست است. دعوت همه انبیا و المرسلین که دعوت میکنند که ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بود. و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ادعو الى سبیل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن. قل هذه سبیلی ادعو الى الله انا ومن اتبعني سبحان الله وما انا من المشركين. و دهها آیات دیگر که فقط لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دهها آیات دیگری که اصلی منهج دعوت به سوی توحید است و ترک شرک است. موحد این کسی که قبر یعنی بگیم بالعموم طاغوت پرستی را ترک کرده، شرک کفر ترک کرده، اسلام آورده تسلیم شده است. همین دعوت مبارکه را میکنن. انا همچنین دعوت کننده ها را اینها میگن که خوارج هستند. دعوت کنندگانی که پیروی از دعوت تمام انبیا و المرسلین کردند، پیروی از دعوت محمد رسول الله کردند، پیروی از ملت ابراهیم کردند، انا همین دعوت مبارکه توحیدی را اینها میگن که این دعوت خوارجی، گمراهی، ضال و مضلی یهودی میگه و صاحبان این دعوت و پیروانش جاهل و سگای جهنم میگن. موحدین تکفیر میکنن، یعنی مجادلین از مشرکین، کسانی که دفاع مشرکین کرده موحدین ها را تکفیر یا جهنمی، سگان جهنم، کافر و ضال و مضل میگه. در عین زمان 13مین کفرش گفتم من، بله 14مین کفرش براءت از موحدین داد، موالات با کفار و مشرکین و براءت از موحدین. 14 کفر صریحش به مرد ما میتونیم همراهش صحبت. بارک الله فیکم. خیلی رد شدید به این مسکین بیچاره زدیم و به شما برادران و خواهران میگیم که من همین کسی که ما فقط از کفر اکبر صریحش گپ زده شدیم که کفر اکبر صریح 14 کفر اکبر صریح دارد فقط در اصول دین و مسائل بزرگ الاصولی. من نرفتم به خطاگی مسکین، من نگفتم، حالا گراماتیک به این داخل نشدم، حالا به این تلاوت آیات قرآن به خطا کردن نکردم داخل نشدم که اینها به ما همچنین شروع کرده بودن. ما کفر 15 کفر 16 کفر 14 کفر اینو میگیم، اینا بلند گپ زدی و پس گپ زدی گفته گشت است. انا که 15مین کفرشم با نو خودش این دفعه گفته است، میگه که اینها دشنام کننده و بی ادب هستند. یعنی این تکفیر کردن مشرک گفتن در اساس مناطقی که الله در قرآن گفت اینا دشنام کردن و بی ادبی است، کفر صریح دیگر است. این خیلی نیست، این عبادت است. تکفیر عبادت است، تکفیر دشنام نیست، تکفیر عبادت است. تکفیر بی ادبی نیست، تکفیر عین آداب است. آداب در بین موحدین جدا کردن حق و باطل است. و بالاخره کفر دیگر جهمیگی دیگرش 16مینش تکفیر عام هست، میگه تکفیر عین نیست، تکفیر عین این کار میکنه. هر کسی که تکفیر عین کرد خوارج است میگه. در این مسئله البته ما جفمش میگیم بعد از حجت این مسائل، یعنی در مسئله تکفیرش کمی نازک‌تر است، لیکن این مثلا چندین بار جلسه کسی تکفیر دیگه است. حالا من با مدخلی به این گفت فلان عالم به این گفت و نگفت چه نمیره، ما فقط میخوام از اول صریح گفت دیگه. مرحله چالش به جواب نمیست، چالش او به جواب ما همون روزش میدیم، همون روز، و ما انتظار هستیم که یگان کسی باشه که به او رساند این چالش جواب چالش بیاد اینجا، کشد از گوشش، کشد از او دو روی که فربیش بیارد اینجا که ما یک به یک اثبات شدیم. سوال ها داریم و اثبات ها داریم و منهج سلفی ناب قرآن و سنت با فهم سلفی این امت بازی نکند. خودش از ما طلب کرد که کفرهای من به شما چالش میکنم که بگویید. مرا چالش کردی 16 کفر. توبوا الى الله توبه نصوح. توبه کن به سوی الله توبه نصوح. ارجع الى الحق، به سوی حق بازگرد و توبه کن، اینو بکن. مسکین و این عقیده موری حالیک مشرک گفته میشه. حاضر مشرک زنده استی، بعد از این حالیک مشرک میشه. بالاخره این بود منهج اهل سنت و جماعت در این باب اکبر فهمیده و این بود کفرها و شرکای این مسکینی بیچاره مساکین جهنم.
سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.